استاد زیر میز بودی؟ بله. استاد چیکار میکردی نکنی زیر میزی میگرفتی؟ نه من وقتی که سوال نداشته باشین شما میرم این پایین یه چرتی میزنم که آماده باشم سوالای شما رو جواب بدم. همکاران گفتن سوال جدید اومده. A new question. استاد چه خوب خارجی صحبت. من به 14 زبان دنیا مسلسم. چه سوال خوبی استاد. اگر ناپلئون اینستاگرام داشت اولین پستی که میذاشت چی بود؟ استاد چی سوالای باطل جان نخیر. ما گفتیم آقا هر دغدغه‌ای فکر. حالا دغدغه ایشون هم این بوده که آقا اگر ناپلئون اینستاگرام داشت اولین ویدیوش چی بود؟ به نظر من قطعا اولین ویدیویی که میذاشت طرز تهیه شیرینی ناپلئونی بود. استاد اون که کل نه خیر. به ظاهر ساده است. شما نگاه بکن اصلا طرز تهیه من حالا ویدیوشو میذارم. استاد مگه شما آشپزی به من مدرسم و 3 تا مدرک بین المللی دارم. این به ظاهر ساده است شیرینی ناپلئونی. شما خوردنش ببینید چقدر سخته. حالا دیگه درست کردنش که واقعی. شما یه لایه یه خامه یه لایه یه خامه. استاد این که خیلی ساده است. نه خیر. شما تو دوره کند خیلی ساده است. بله یه لایه یه خامه یه لایه یه خامه. حالا اگه اینو بخوای با سرعت زیاد انجام بدی ببین لایه خامه لایه خامه لایه خامه لایه خامه یه لحظه غفلت کنی چه فاجعه ای به بر میاد. استاد منظورتون اون که نه خیر شیرینی خراب میشه. پس سخته. حالا من آموزششو میذارم شما فقط دنبال کنید. استاد رو دنبال کنید که ببینید این شیرینی که میخوام به شما یاد بدم چی هست. بازم بگم که استاد دوستتون